بکس چه خبر؟ خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو من با گیم پلی کالاف و میلاد که من خودم هستم. بچه شاید براتون سوال باشه که چرا من این آدم رو برداشتم. بله چون من گوست داشتم اکانتمو، یعنی اکانتمو یه چند روزی دادم به آدم دیگه. تا تقریبا یه هفته خودم یه اکانت جدید ساختم که اینجا اسمش میلاد 92 پاشا. و اگه یادتون باشه تو اون اکانت لولمون 86 بود، الان تو این اکانت لولمون 14. خب یک هفته اکانتمون دست یه آدم دیگه است و داریم بازی میگیریم، یا شاید هم با پول کلا بفروشمش اون، هنوز نمیدونم. شما تو کامنت ها بگیم با پول به اون بدم اکانتو یا اینکه خودم اکانتو ازش پس بگیرم. اینو تو کامنت ها بنویسیم. وای نه اینم که باز نکردم، اینو ولش کن. بیا اینجا معموله. حتما تو کامنت ها بنویسین که اکانتمو تو عرض یک هفته ازش بگیرم یا اینکه کلا بفروشمش به اون. چون که من با اینکه این دوربین چهر اینجاست خوب بازی نمیتونم بازی بکنم. این دسته میاد اینجا به خاطر من نمیتونم. اینو من میبرم راحت بازی میکنم. وایسیم ببینم مهمون اومد. سلام، چطورین بچه ها؟ بریم وقت دسته میاد اینجا. ببین دسته میاد اینجا. اینجاییم تو ویدیو. بریم آجی الان چند دقیقه ساری باز میکنی؟ همین الان برداشتم. وای حاجی من چند ماه کالاف بازی نکردم. شاتکام داری؟ شاتکام داره، فکر کنم داره. شاتکام خوب میزن، اونو برده. کلاشینکوف داشت، اونو برده. اسلحه به اون خوبی. درست انداختم اینجا. حتما بنویسین که اکانتمو با پول، چون من گوست دارم میخوام تقریبا 400 گوست تو نشون بدی؟ نه خب بذار بگم، تو نمیدونی قضیه از چیه. الان آدمم اینه گوست نیست. آره با کامنت ها بگین اگه شما بگین من به 500 تومن اکانتو میفروشم به اون، اگه هم بگین ما گوستو میخوایم اکانتو نفروش، من فقط یک هفته اکانتو به اون میدم و دوباره ازش میگیرم. فقط کافیه شما تو کامنت ها نظر خودتون رو بگوشید. میخواست با اسنایپ بزن. حاجی اینم اسلحه خوبی. اینو به جای چیز آوردم. اینجا یه اسلحه آتیشه، بچه های کالاف باز میدونن. اینو به جای اون آوردم. کسا بیرو زشته لعنتی چرا نمیبینی؟ ببین با دستگاهش کیسه بوکس داشت میاد. وای اسنایپر شاتگان بردارم. آره شاتگانم کلن نه. الان میریم شات بارون داره میباره. الان میریم شاتگانم میدونیم. بیا اون چیه داداش حاجی؟ دوشم چیه؟ دوشی این چیه؟ نه دیگه اینجا نمیشه. آها اینجا میشه گذاشت. دوزنی او دیدی؟ دوزاست. بیا اینجا ببینم. هدشات کن. یه جو کشنگ واسه هدشاتشون کن. این اومد.
بگیر بچه ها و اینکه تو چرا این نمیزنی؟ بچه ها و اینکه تو کامنت ها بنویسید شما طرفدار کدوم یوتیوبرین. من خودم به شخصا میلاد منم میلاد. آریا کیکسر. منم به شخص خودم میلاد وانستی و احمد رکسا. زهر مار. آقا بهتون تعریف کرده. اون نکشه. Friendly airstrike incoming. بزنش خودم بر اصل خودم مردم. بچه ها به نظرتون شورت ویدیو بیشتر بذاریم یا ویدیوهای مثلا طولانی مثل این کالاف برای طولانی باشه؟ شورت ویدیو چیه؟ ویدیوهای کوتاه. بابا من میگم شورت ویدیو. یه سنایپر اونجاست. بیا سایبر شاتت کن. یا با کولت بزنمت. با موشت بزن مردی. Enemy down. تمام ببینیم که مثل همیشه داش میلاد 92 پاشا اسم اکانت جدیدمونه. حتما بنویسین اکانتو به قیمت 500 اون بفروشم یا خودم به ارزی کفت اکانتو برم. اکانت جدیدم. لولم به نظر که چنده؟ لول آخرین بار 52 بودی. اوف میدونی از کی بازی نمی کنم؟ از اون به بعدم من شدم 80 6. شرکت رفتی بالا. الان به نظرت چنده؟ اون اکانتو دادم به یکی از رفیقم. الان به نظرت نه ندادم که یا به قیمت بچه ها اونو می نویسن یا به قیمت میدم میفروشم بهش یا توی هفته یا تو ارز یک هفته از دستش میگم. الان لیولم 15. بچه اونگاه کالاف بازی میکرده میلاد در درزی یک هفته نمیدونم از 15 لول 15 میره بالا. حالا بچه امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون بیاد. بای بای. حتما ویدیو رو لایک کنین، چنلمون رو سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن هم رو حالت عام بذارین. به خاطر شما اینو یاد گرفته. نوتیفیکیشن هم رو حالت عام بذارین. هر وقت ما ویدیو میذاریم اولین کسی باشی که این ویدیو رو قطع میکنم به خاطر طولانی نبودن ویدیو. اینو قطع میکنم و همین الان یه بتل رویال میریم. الان یعنی مولتی پلیر رفتیم یه دونه بتل رویال میریم. خب تا ویدیوهای بعدی و بتل رویال بعدی بدرود.